در همین منطقه 65 میکرورایون یک برادری نمازخوان، اهل مسجد، اهل جمعه، دو خواهر با یک نکاح گرفته بود است. همه داملاشون گفتیم که مرد که خوب بخی نمازخوان بود است، تو خبر نمیکنی که زنا کرده است این جوان مرد، به هر دش زینای حرام کرده است، عمل حرام کرده است. میگه در این موضوع خطیش گپ زدیم، میگه همین موضوع خطی من چخ نکنه. سبحان الله، چخیل چخ نکنه کاری حرام برای اون که این زنا براش حلال گردن باید یک نفرش طلاق کنه تا زمانی که عدت او زن نمیگذرد به همون زن اولش معامله و مناسبت براش حرام است. عیدش که گذشت 3 حیض که دید بعد با زن خودش معامله کرده میتونه، تا او زمان به هر زن زنا کرده است این مرد. با فکرم صاحب دنیا ای پول استراب میته همون ملهورا دیگه که میروان همون در دستشو سخت غوث میچسبونه و میگه در این موضوع چخ نکنه دیگه خب میکنن. ای خدا بترسه، پگه در پیش خدا مسئول است، جواب میگه. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تاکید کرد هر کسی از شما امری منکری را دید اگر قدرت دارد امکانیت دارد با دست باید اصلاحش کند. فإن لم يستطع فبلسانه، اگر با دست نمیتونه با زبان باید اصلاحش کند. فإن لم يستطع فبقلبه، اگر غیرتی با زبان حتی گفته ندارد باید با قلبش همون را مذمت کند، یعنی که خونش نرود، خطش همنشینی نکند. اما ببینه در شریعت ما حرام است. مگر کسی میتونه دعوا کنه که حضرت یعقوب علیه السلام اپا و خواهر گرفته بود کو، پس چرا برای ما ممکن نبود است؟ آخه شریعت حضرت ابراهیم دیگر بود، شریعت ما دیگر است. در شریعت موسی علیه السلام شما ببینید خوردن روغن حیوان، روغنی که از حیوان گرفته میشه حرام است. گوشت شتر حرام است، نمیخورن. اگر به شرطی که در لباسش نجاست افتاد او را میگن به شستن دیگه پاک نمیشود، البته او را میبرن در همون جایی که نجاست غلطیده است، او را قطع میکنن میبرن میپرتوین. اما در شریعت ما الحمدلله هیچ چیز نیست. یک چیز برای تو بگم، وقتی که شریعت بعدی میآید حکمهای شریعت اول که با شریعت بعدی اختلاف دارن منسوخ میگردن، بیکار میشوند. دیگر اگر کسی به اون شریعت پیشینه عمل کنه که در فلان شریعت بود گناهکار میشود. ممکن نیست. تصور کنه که کانستیتوسیون ها زیاد عوض میشوند. به همین عمر اندک خودمون ما چندین بار دیدیم که کانستیتوسیون عوض شدن. یک شخص بگه که کانستیتوسیون سال 70 ده فلان کار بود، من موافق همون کانستیتوسیون عمل میکنم، آیا گپش پذیرفته میشود؟ هرگز نیست. بر همه واجب است که موافق کانستیتوسیون نو قبول شده عمل کنند. حکم همی است. علمی شریعت ها هم همین حکم دارن برای همه. ولی بعضا ما را مذمت میکنن شما اهل کتاب فلان میگویید، بسم الله میگویید. ما هیچ شو نمیگیم. واقعی شریعت گفته شو، خدا گفته شو، پیغمبر گفته شو. وقتی که شریعت نو آمد بر اونا واجب است که موافق شریعت نو عمل کنند. حالی متاسفانه بعض زیایا بعد صدای دخول بلند میکنند، طبل زنیده میدرویند، ملاها اهل کتاب حکم به کفر میکنند. سبحان الله، اونا خودشون حکم به کفر میکنند، ما نه. شخصی که یک کتاب خدا را انکار کند کافر میشود. اما یک کتاب خدا را اگر انکار کرد کافر میشود. آخه ما اونا را مجبور نکردیم که قرآن را انکار کنند. ما یهودی ها را مجبور نکردیم که انجیل را انکار کنند. انکار کردن کافر شدن. شخصی که یک پیغمبر خدا را اگر انکار کند کافر می شود. همین مسلمان های ما اگر یک پیغمبر خدا را نعوذ بالله انکار کنند کافر می شود. ما اونا را مجبور نکردیم که شما مثلا محمد صلی الله علیه و سلم قبول نداشته باشید. ما یهودی ها را نگفتیم که شما عیسی علیه السلام قبول نداشته باشید، همچه پیغمبر. مادام که قبول نمیکنن حکم کفر برای خودشون خارج کرده است. یعنی
پس وقتی که شریعت محمد صلی الله علیه و سلم در عالم منتشر شد، بر همه واجب گشت متابعت شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. کسی حقوق ندارد ادعا کند که ما با شریعت پیشین عمل میکنیم. نعوذ بالله، خیلی گپ نیست. در حدیث اومده است، امام مسلم روایت میکند، رسول الله صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد، والذی نفس محمد بیده، قسم به خدایی که جان محمد در قبضه قدرت اوست، لا یسمع بی احد من هذه الامه یهودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بالذی ارسلت به الا ادخل النار او الا کان من اصحاب النار. قسم به خدا گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، هر کسی که از من با او خبر می شود، از دین من آگاه می گردد، بعداً با شریعتی که خداوند بر من ارسال کرده است، بر قرآنی که خداوند بر من نازل کرده است ایمان نمی آورد، این شخص از اهل دوزخ است. نه دین نصرانیش کمکش میکند، نه دین یهودی. پس در پاسخ او برادرایی که ادعا میکنند که مقصد در دیگر شریعت ها نه به دست مهم نیست، که ما میگوییم که برادرای عزیز، شما معتقد پیروی آخران شریعت در دنیا، آخران پیغمبر در دنیا محمد صلی الله علیه و سلم هستید، موافق انمی شریعت بر ما واجب است و با تمام مردم عالم واجب است عبادت کردن خدا. یعنی همون نمازی که امروز یهودی ها میخوانند، راست استاده و خدا تکان داده، یا عبادتی که نصرانی ها در کلیساشون میکنند، همه اینو منسوخ شده است، اینو پیش خدا پذیرفته نمیشه. بر اونا واجب است مثل ما نماز خواندن، شریعت ما را قبول داشتن، به حکم اسلام عزیز عمل کردن. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. و خداوند حکمش صادر کرده است در قرآن، هر کسی که غیر شریعت اسلام شریعت دیگری را اختیار کند، از او پذیرفته نمی شود و او از زمره خاسرین، از زمره اهل دوزخ محشور خواهد گشت. خب باز یک سوال تعجیلی همون برادر به فکرم نوشته است. قصه بزن گرفتن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زینب بنت جحش رو با استفاده از منابع صحیح نقل می‌گردید، زیرا بعضی ها میگویند که گویا رسول خدا صلی الله علیه و سلم با وی رابطه نهانی داشته است، نعوذ بالله، و زید وقتی از این درکدار شده است پس غضب نموده او را طلاق داده است و باز قصه های دیگری. اکی اینجا ما مجبور میشویم، مگر چند وعده کردیم که کوتاه گپ میزنیم، اما حالت هایی هست که کوتاه گپ زده نمیشود. وقتی که سخن درباره مادرهای ما می رود، وقتی که تحقیر به مادرهای ما متعلق می شود، بر ما فرزندان واجب است دفاع کردن از مادرهامان. اولا بر ما واجب است شناختن مادرهامان که مادرهای ما کیها هستند، چرا ما اونا را مادر می گوییم. خداوند متعال در قرآن عظیم الشان ما و شما را تعریف و توصیف کرده است. مسلمانان واقعی را در نظر دارم. حضرت خداوند میگوید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. محمد صلی الله علیه و سلم برای مؤمنان از جانهاشو عزیزتر است. و ازواجه امهاتهم، و زنهای محمد صلی الله علیه و سلم مادران مسلمان ها هستند. این حکم مادر فرزندی را خداوند برای ما و شما تعیین کرده است که ازواج مطهره رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما مادر هستند، خواه بیبی خدیجه باشد، خواه بیبی عایشه باشد، خواه زینب بنت جحش باشد، خواه دیگران. از این خاطر انشاءالله مختصرتر درباره ازواج مطهره پیغمبر، درباره مادرها ما قصه میکنم که مادرهای ما کیها بودند، کی با پیغمبر ازدواج کردند، کی وفات کردند، تا اینکه یک تصوراتی لااقل اندکی هم باشد در همین نسبت داشته باشید.
حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم طبق اخبار صحیحه را در نظر دارم. اختلاف در قولها خیلی زیاد است. با 11 زن نکاحی معامله و معاشرت کرده است و 2 زن دیگر را نکاح کرد، اما با اونا معامله نکرده، طلاقشان داد، از اونا جدا گشت. در مجموع 13 تا می شود. 11 زن نکاحی، زنهایی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی کرده اند و ام المؤمنین شماریده می شوند. مادران مؤمنان که ها هستند؟ اولا خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت در سن 25 سالگی خیش 15 سال قبل از بعثت و پیغمبری با این خاتونه، با این خانم زیبا، هم زیبا سیرت و هم زیبا سیرت ازدواج کرد و غیر از ابراهیم تمام فرزندان دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم همه از بیبی خدیجه مادر متولد شده است. تا زمانی که خدیجه زنده بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم آرزوی هیچ زنی را نکرده است. یگان زن حتی پیشنهادش میکردن نمیگرفت. حتی بیبی خدیجه مادرمون التماسش میکرد یک زن بگی، تصور کنید سن سالی مادرمون به 60 رسیده بود، در صورتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در عین جوش و خروش جوانیش بود، در 45 سالگیش بود. تاکیدش کرد نگرفت. بیبی خدیجه 3 سال قبل از هجرت از دنیا گذشت. پیغمبر به حد خدیجه را دوست می داشت که همون سال وفات بیبی خدیجه را عام الحزن گفته است. سال حزن و اندوه، سال غم. بیبی عایشه مادرمون میگه ما غیرت علی امرأة ما غیرت علی خدیجه، بر هیچ زنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینقدر رشک نداشتم که بر خدیجه. ببینید بیبی خدیجه وقتی که از دنیا گذشت ولی پیغمبر عایشه را نگرفته بود، عایشه طفلک بود، عایشه خدیجه را ندیده است، اما میگه از همه زیادتر به بیبی خدیجه رشک داشتم. زیرا هر وقتی که قصه خدیجه در میان می اومد پیغمبر به نیکی یادش میکرد، در حقش دعای خیر میکرد، همه خیلی با محبت گپ میزد که برای رشک می اومد. میگه مادرمون بیبی عایشه. پس عائله اولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیبی خدیجه کبراست. بعد از وفات بیبی خدیجه رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک زن مؤمنه را با نام سوده بنت زمعه به زنی گرفت. سوده کی بود؟ سوده یک زنی که اسلام آورده بود. شوهرش سکران ابن عمرو از دنیا گذشت. از بس که در مکه مکرمه زنهای مسلمان بسیار احوال بد داشتند، خش تبارش و جبرش میکردن. خوف آن بود که اگر سوده باز بگرده به قوم خودش، به نزد قوم خودش از نو مجبوری به ارتدادش میکنن، به کفرش میکنن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با سوده ازدواج کرد. حتی در بعضی روایات اومده است که سوده از رسول الله صلی الله علیه و سلم کلانتر بود، 5 سال کلان بود است. یعنی برای شهوت نگرفت است، تو را پروای شهوت هم نداشت حضرت. 1 سال بعد از ازدواج سوده همراه پیغمبر زندگی میکرد. یک حالت شد است در تاریخ. وقتی که در جنگ بدر بدری ها قریشی ها بعضش اسارت افتیدند و آوردن شو، سوده بنت زمعه که از زنهای اشراف زاده قریش بود سختش رسید. ببینه این تعصب بعضا کاری خیچه میکنه. در حالت غضب گفت ای حال مردن تون خوب نبود، در میدان جنگ میکشتن تو از این شرمندگی ده خوبتر نبود. حضرت غضبش کرد که تو چی میگویی؟ تو پشتی مشرکا را گرفتستی. از شدت غضب طلاقش داد. سوده دیگه شب روز گریه میکرد، پیش حجره پیغمبر می اومد. گفت یا رسول الله، من نوبت خواب خدمت، نوبت شب ما به بیبی عایشه هدیه کردم، فقط من میخواهم که فردا روز قیامت همچو همسر تو محشور شوم. این بسیار شرفی بزرگ است که زنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد. خیلی شرفی بزرگ است و حضرت ترحم کرده به حالش، نکاحش کرد، از سری نو گرفتش.
سوده بعد وفات پیغمبر عمری طولانی و دراز دید. عاقبت الامر در سال 54 هجری، سال 54 هجری در مدینه منوره از دنیا گذشت. در قبرستان همون جنت البقیعه گرانده شده است. مادر مون است. بیبی عایشه را 1 سال بعد از سوده نکاح کرد، اما از بس که حال خرد بود در خانه پدرش بود. وقتی که به مدینه هجرت کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 سال و 5 ماه بعد 7 ماه دیگر صبر کرد. بیبی عایشه وقتی که به بلاغت رسید حضرت صلی الله علیه و سلم با او ازدواج کرد و زنی یگانه باکیره رسول الله صلی الله علیه و سلم بیبی عایشه مادرمون است. از عالم ترین زنها است، از فقیه ترین زنها است. اینقدر مسائل شرعی که از بیبی عایشه ما روایت داریم از بسیاری مردها نداریم. بسیار زیرک و ذکی بود. خدا رحمت مغفرت کنه مادر ما را. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به نهایت دوستش می داشت. زنی دوست داشته ترین رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. در صحیحین اومده است، بخاری و مسلم روایت بکنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود فضل عایشه علی نساء کفضل الثرید علی سایر طعام. فضیلت عایشه نسبت دیگر زنها مثل فضیلت سرید است نسبت دیگر طعام ها. سریدش ترید، در زبان ما کلمه ترید استفاده می شود، اما متاسفانه فقط در طعام گاو حیوان را استفاده میبریم. حال آن که هر چیزی که در اون نان ریزه کرده می شود، نان به همون آب آمیخته می شود یا با گوشت روغن آمیخته می شود، نامش سرید است. همون شوربای طبقکی که اینقدر ما و شما دوست می داریم همون سرید است بچه‌ها. سرید یا که همون قروتوبی که میزنیم در اینجا اصل بگیریم او سرید است، اما تریتش میگیم بخوریم. ببینید چقدر لذت داره. شوربای طبقکی در قطعی شوربای کوسه مقایسه کرده می شود. امروز مود پرست شدیم، در کوسه شوربا میارن نمیفهمی که بارش خورده استم یا خون شوربا نباشه. همون را اگر در طبق بیارن چپاتی را ریزش کنی چقدر بلذت است. فضل بیبی عایشه نسبت دیگر زنها مثل فضل سرید نسبت دیگر طعام ها است. خب مادری چرا سیم و چهارم میگم؟ از روی سال که کی پیغمبر گرفته شو به همون ترتیب کرونولوژی آورده استوان. بیبی عایشه مادرمون بسیار عمری دراز و با برکت دید. در سال 57 به بعضی روایات سال 58 هجری از دنیا گذشته است، یعنی که 47-48 سال بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم. چهارم زنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نکاح کرده است و شرفی زوجگی پیغمبر و مادری مؤمنان را دارد، مادر مو بیبی حفصه بنت عمر ابن خطاب، دختر حضرت عمر ابن خطاب است. بیبی حفصه یک شوهر داشت با نام خنیس ابن حذافه که بین همه جنگ بدر و احد از دنیا گذشت. بعد جنگ بدر بیبی حفصه را برای حسن و جمالش پیغمبر اختیار نکرده است، به خاطر آنکه مناسبت و معامله مسلمانان قوی تر شود بیبی حفصه را اختیار کرد. و ایلا حضرت عمر پیش از رسول الله صلی الله علیه و سلم به عثمان پیشنهادش کرد، حضرت عثمان نگرفت. حتی در بعضی حدیث ها اومده است که به حضرت ابوبکر پیشنهاد کرد که یا ابوبکر گفت همین زن من عیمه شده است، مقصد سیبه شده است، از شوهر مونده است، همین بیوت زبانم نمیگرده بگم راستی، یا بگیرش. حضرت ابوبکر بعضی بهانه ها گفت، حضرت عثمان بعضی بهانه ها گفت. بعدا حضرت ابوبکر میگه که من بس فراست دانستم که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را میگیره، او مادر ما میشود. از همین خاطر گفتند ما چی کردیم؟ قبول نکردیم. و نهایت حضرت رسول الله در سال 3 هجری بیبی حفصه مادرمون به نکاح در آورد. بیبی حفصه سال 45 هجری از دنیا گذشته است. پنجم از روی هم ترتیب کرونولوژی زینب بنت خزیمه است. این زینب که سوال کرده است این برادر نه، ولی انشاءالله در اون موضوع هم گپ بزنیم. زینب بنت خزیمه، زینب بنت خزیمه زوجه عبدالله ابن جحش رضی الله عنه بود. شوهرش در جنگ احد به شهادت رسید.
از بس که کمبغلا را به حد دوست می داشت و کمکشون میکرد با لقب ام المساکین مشهور بود. مادری مسکین ها را خداوند گرفت مادری تمام مسلمان ها کرد، خواه مسکین باشن خواه ثروتمند. و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم این زنه که سال خورده بود، جوان نبود، در ابتدای سال 4 هجری به نکاح در آورد. 3 ماه بعد، در بعضی روایات اومده است 2 ماه بعد، مادر زینب از دنیا گذشت. در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم از میان زنهاش 2 نفرش از دنیا گذشته بودند وقتی که حضرت حیات بود. بیبی خدیجه مادرمان و همین زینب بنت خزیمه زن پنجم پیامبر صلی الله علیه و سلم. نهایت 6م مادرمان ام سلمه رضی الله عنها. ام سلمه نامش اصلا هند است، هند بنت ابی امیه. ام سلمه زن ابو سلمه بود. ابو سلمه برادر رضاعی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. هر دش سویبه کنیز ابو لهب سینه داده است، شیر داده است. وقتی که ابو سلمه به شهادت رسید، ام سلمه فرزنددار بود، پسر داشت، دختر داشت. یک پسرک داره با نام عمر و یک دخترک داشت با نام زینب. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام سلمه را نکاح کرد. او زمان حالی بیت المال به طوری باید شاید عمل نمیکرد. زنی که شوهر نداشت در جامعه بسیار خوار میشد، بسیار به عذاب گرفتار میشد. حالی یک ضرب المثل در میان مردم ما هم هست، میگن دخترک شو داره، قربقه شو داره، خیلی آبرو داره. همین گپ شنیده؟ قربقه شو داره، خیلی آبرو داره. حقیقتا در او عصر زمان شو داشتن یک مایه افتخار بود. از همین خاطر زنها را میبینیم در سن 50 سالگی، حتی بعضا 60 سالگی شوهرشون که از دنیا میگذشت یا طلاق میافتن با شوهر دیگر میکردن. امروز دیگه آبرو را در این نمیدونن. این زنکا جگر ریخته ها ایم خاطر از مسافرهای بیچاره به زن میگردن. دیگه زنک دیگه در 45 50 که رسید شو نمیکنه دیگه، بیچاره مسافرها به زن موند. از همون خاطر برای آن که ام سلمه همون مرتبه و منزلتی که داشت گم نکند، با ابرو با عزت باشد در بین قومش، از طرف دیگر یک افتخاری بزرگ است که زن رسول الله صلی الله علیه و سلم گردد. حضرت ام سلمه را نکاح کرد، گرفت. ام سلمه از بنی مخزوم است، از قبیله قریش، از بطن بنی مخزوم، یعنی خیش تبار ابو جهل و خالد ابن ولید است. یکی از سببهای دلگرم شدن خالد ابن ولید به اسلام همین نکاح رسول الله صلی الله علیه و سلم با ام سلمه بود. خداوند هدایت میکند اما چیزی را سبب میگردونه. یکی از سببهاش همین شد که وقتی ام سلمه را رسول الله صلی الله علیه و سلم نکاح کرده گرفت، این یزده خیلی آبرو و عزت دارد و در پیش قوم ها چیزی اندک نیست. تصور کنه که یزده را پوچو میگن، در طرف شمال پوچو میگن. پوچو یعنی پوچو، کرال یزده. قوم های عرب هم بسیار احترام میکردن، همه خیش تباری و قومیت سببی را بسیار احترام میکردن. عیب میدونستن که با یزنهاشو، با قوم هایی که مثلا با اینا یک مناسبت و معامله دارد، معامله و مناسبت درست و صلح نداشته باشن. یکی از سببهای دلگرم شدن خالد ابن ولید همی شد. ببینید ام سلمه از همه امری با برکت‌تر زیادتر در بیان زنای پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیده است. مادر و ام سلمه در 84 سالگیش در سال 62 هجری از دنیا گذشته است. بسیار زن پاکدامن با عفت، بسیار زن صالحه، عاقله، صاحب خیرات بود. بسیاری صحابه پیغمبر از او مصلحت و مشورت می‌گرفتند.